بیاید شما هم تماشا کنید. جهان زیبایی هست اینجا. I think it's very cool. باید برای شما بگویم این است که هر روز جمعه رنگ خود را عوض میکند. خیلی وزنین است. من نمیدونم چگونه این رو میبردارند و به کوه میبرایم. دوستای عزیز، من به پنجاکент هم اومده رسیدم. شهری قدیمه و باستانی. راستی عین حال راه ما به سوی هفتکول است و از این پس به شهرکی سرز می رویم. خلاص لحظه های جالب در پیش است. ما رو همراه باشید. شهر پنجاکент با زبان سوغدی پنجیکت در گویش‌های زرافشانی باشد پنجیکند میگویند. شهری که در شمال و غربی تاجیکستان در ولایت سوغد جایگیر است. نام شهر پنجیکند از دو بخش ساخته شده است: پنج و کند، یعنی پنج شهر. اینجا نام در تاریخ نامه‌های قدیم و اسناد بایگانی دوشتیچ دیده می شود. کاوش‌های باستانشناسی آشکار کردند که شهر پنجاکент در 1.5-2000 سال اخیر 5 بار کاملا بازسازی و احیا گردیده است. شهر پنجاکент در دره رود زرافشان و شرق‌تر از شهر سمرقند قرار دارد که در بلندی 900 متر از سطح بحر جایگیر است. این شهر بسیار جای‌های دیدنی، یادگاری‌های تاریخی و معماری دارد. بر زمین کولی هست اینجا که دقت اکثر سیاحان را به خودش جلب کرده است. دوستان عزیز، ما از مرکز شهر پنجاکент اومدیم. اینجا دهه شینگ نام دارد. من بعد ماشین ما زورش نمیرسه، یعنی به بلندی برآمده نمیتواند و برای ما همین گونه یک تمغه ماشین دادن که نسبتا بلندتر است و ما به کوه راحت میبریم و راه ما سوی هفتکول است. رفتیم. هفتکول یا با اصطلاح دیگر کولهای مرغزاری که در کوههای فان دیده می شود. یکی از جالبیت این هفتکول این است که یکی از دیگر با رنگ‌های افسانه‌ایش فرق می کند. این کول را بعضا حتی یکی از 7 معجزه جهان نیز می گویند. دوستان عزیز، ما اومده رسیدیم. اینجا هفتکول نام دارد و من فکر میکنم کولی اول است. السلام علیکم، شما خوب هستید؟ اینجا هستید؟ ما از تلویزیون ولایت سوغد به اینجا اومدیم و ما راستی نمیدونیم اینجا رو و من فکر میکنم کولی اول است. نه؟ بیایید مرحمت. و اینجا ریزی با منظر جماعت دیاتشینگ و هفتکول نازنین. خیلی زیبا. من خودم استقامت کننده جماعت دیاتشینگ دهه شینگ سعید کول مراد هستم. بیایید مرحمت، من شما راهنمایی میکنم تا هفتم کول بیایید از کول یکم سر کنیم. مرحمت. ما حاضر در نزد کولی یکم کولی مژگان قرار داریم. کولی از همه زیباترین که از سطح بر 1596 متر مربع بلندی به جایگیر است. چقورش 20 متر. خیلی زیبا است. چرا مژگان؟ چرا همین 7 خواهران بودند. 7 خواهران نازنین تقسیم شدند. نه، روایت است که 7 خواهران نازنین همه تقسیم شدند. مثلا مژگان خواهری از همه زیباترینشون در اینجا
باز همین دوام داده رفتن میگرد کلهای آینده با معرفی میکنیم. قصه از اینجا آغاز می شود. روایتی هست که در زمین‌های مرغزار یک آهنگر زندگی می‌کرد و او 7 دختر زیبایی داشت. یک روز حاکم محلی دختری خردترین او را دیده با او دل می‌بندد، یعنی عاشق می‌شود. پدر ریزو بود که دختر خود را به همان حاکم محلی به زنی دهد، اما دختر نمی‌خواست. نام این دختر میشگان بود و در حسن و جمال همتا نداشت. همچنین زیرک هم بود. دختر برای آنکه گپ پدر را نشکند به حاکم محلی چنین شرط می‌گذارد: اگر حاکم محلی به من قصر افسانوی و طلایی بنیاد کند، بعد من با او ازدواج می‌کنم. میشگان باوری داشت که او نمی‌تواند که این امرش را به زودی اجرا کند. اما حاکم محلی چنان که او را بسیار دوست می‌داشت، معجزه آفرید و در دوام 40 روز قصر را بنیاد کرد. میشگان دید که شرط او اجرا شد و دیگر چاره ندارد و همین گونه در روز تویش خود را با لباس عروسی از بام قصر میپرتاید و جایی که او میافتد کلی میشگان پیدا میشود و دیگر کلها باشند گویا از اشک‌های ریخته‌ای خواهرانش پیدا شدند. دوستان عزیز، اینجا کولی میشگان است، چون بابای گلمراد گفتن برای ما که زیباترین کل هست در بین 7 کل و صفترین کل و راستی میدونید یک چیزی دیگر رو در راه برای من گفتن. هر یک کل رنگ خودش رو داشته است، یعنی با رنگ خودش فرق میکرده است و این کل اول است، کل میشگان. و بیاید همراه میبینیم کل دوم چی نام دارد، در کجا هست، چقدر مساحت دارد و رنگش چگونه است. کلی دوم سویا نام دارد که در بلندی 1700 متر از سطح بحر جایگیر است. درازی این کل 420 متر، پهناییش 100 متر و 50 متر چقوری دارد. کلی سوم باشد هوشیار است که 70 متر چقوری دارد. درازی این کل 970 متر و پهناییش 130 متر است. چهارم کلی نافین از دیگر کلها نسبتاً کلانتر است. درازی این کل 2750 متر و برش 182 متر است. پنجم کل خردک نام دارد که درازیش 1883 متر و برش 240 متر می باشد. مرغزار نام کولی ششتم است که درازیش 2650 متر و برش 422 متر می باشد. و اینک کولی هفتم هزار چشمه. ساکنان محلی میگویند که هر نفر به این کل یعنی تا کولی هفتم آمده میرسد خوشبخت می شود. درازی این کل 2050 متر و برش 454 متر می باشد که در بلندی 2400 متر از سطح بحر قرار دارد. راستی ما از کولی ششم به کولی هفتم حرکت میکردیم و این موضع آبی حیات نام دارد و این دهه آبی حیات است و ما این منظره را دیدیم، نتوانستیم که برای شما نشان نداده گذاریم. خیلی زیبا است، بیایید شما هم تماشا کنید. جهان زیبایی هست اینجا. Good day. How are you? Fine. Are you okay? Welcome to our country. Thank you. So, what about you? How are you feeling? Good. Yeah. Good. Who are you? I'm Ehsoni Rizо. I'm journalist. We are from subh, subh TV. And where are you from? Israel. Israel. Can you speak English? Yeah. You understand me? Yes. How is here? Interesting. Interesting. Yeah. What's your name? But Shoshana, That's my name, Shoshana. Shoshana, and you? Lena. Lena. Right. Me, Ehson. Yes, Ehson nice Rizzo. to meet you too. How is Tajikistan? What do you want to say about here, about Tajikistan? A lot of things. A lot of things. Safri. First of all, I came here because I was born here. Oh. Yeah. You Therefore, was born here? in Dushanbe. You was born in Dushanbe? Yeah. I came to see it after more than 70 years. Welcome again. And we
were in Dushanbe, and I was very impressed by Dushanbe. Really a very interesting city, a lot of things to see. Everything is very quiet and clean. What do you like the food in Tajik food? I like the borscht and I like the flour, pilaf? Palav I like very much. Kuruta, we have kuruta. Fruit and vegetables, very good. The fruit and vegetables are good. They're nice people. And the people are Nice very people. nice. Very nice. Good luck. Good luck Good for luck. you and good relax for you. Thank you. Welcome again. Thank You're you. welcome. Bye bye. Bye bye. Good day. How are you? Welcome to our country. Can you speak English? Yes. Where are you from? Germany. Germany. Great. How is it? Beautiful. Where are you going now? Shing. Shing. Yes, Shing. Yeah, my name is Carolina. I'm living in Vienna right now in Austria. We're all from Germany here, Russian Germans, so we can speak Russian as well. We're in Tajikistan since 3 days. First we went to Dushanbe, and now we're here since yesterday evening, and we were just going to the third lake over there. Now we're going back to Shing. Tajikistan is very extraordinary, very unusual, very different from Europe. Yeah, not that much vegetation. People are very friendly, like a lot friendlier than in Europe, and very gastfreundlich. They're very welcoming to guests, and everybody's very excited to see us, and it's really cool. And Welcome again. yeah, thank How you. long do you Thank stay you. here? Here I think we're going to another place today in the evening, and we're staying in Tajikistan for about a week. Next Monday I will go back, and they will go back in like 2 days later or something. That's great. Welcome Yeah, again. Good luck welcome. for you. Thank you. And can you speak something about your mind? About Tajikistan? Yeah. I don't know. She already said everything. It's something different for us. We didn't experience something like this. I think it's very, very cool. What's your name? Abigail. Or Abigail. Abigail. Abigail, it's English. Yes, Yeah. I'm Ehsoni. I'm a journalist. We are in Subh TV. We are coming here from Subh. Okay, cool. And then you Good luck thought. for you. Thank you. Thank you very much. دوستان عزیز، من اما 7 کل رو تماشا کرده آمدیم، ولی در بین این 7 کل یگانه چیزی که دقت ما رو جلب کرد کلی چهارم بود که از جهت مساحت هم وسیع هم کلان و یک معجزه‌ای که باید برای شما بگویم این است که هر روز جمعه رنگ خود رو عوض میکند، تغییر میدهد که هر روز جمعه رنگش سرخ میشود. راستی امروز جمعه نیست، اگر جمعه می بود ما برای شما نشان میدادیم که چگونه رنگش عوض میشود و راستی ما این رو اگر میدونستیم روز جمعه به نقشه میگرفتیم و می اومدیم، شاید یکم بار دیگر می آییم و میبینیم. شما هم حتما بیایید، حتما روز جمعه بیایید و این تغییرات رو ببینید. بعد تماشای 7 گل ما راه پیش گرفتیم به یکی از یادگاری‌های قدیم‌ترین دوره انئولیت و اول عصر برنجی، شهرکده سرز. یکی از یادگاری‌های تاریخی در شهر پنجاکент سرزم هست که معنی سرزم از کلمه تاجیکی سرزمین گرفته شده است. خب مساحت عمومی این سرزمین 100 هکتار رو در بر میگیرد و این سرزمین تاریخ 5500 ساله دارد و 31 ایولی سال 2010 این سرزمین
به فهرست میراث فرهنگی عمومی بشری یونسکو شامل شده است. خب بیاید همراه از این مفزع دیدنی میکنیم. رفتیم. سرعظم در ساحلی چپ یکی از دریاهای بزرگ آسیای میانه زرافشان در بلندی 910 متر از سطح بحر قرار دارد. این یادگاری نزدیک 15 کیلومتر از شهر پنجاکند و 45 کیلومتر دورتر از شهر سمرقند جایگیر است. تاریخ‌شناسان این شهر قدیمی را به سالهای 3400 و 2000 پیش از میلاد منسوب می‌دانند. اینجا چقوری هست؟ شما میدونید اکالیشه؟ چی باشد اینجا؟ راستی؟ به یک غور شباهت داره. من فکر میکنم خمدان است، نه؟ ولی به هر حال عجیب. راستی انسان به حضور داخلش جو میگیره. عجیب است. السلام سید عزیز، خوب هستی؟ اینجا هستی؟ راستی ما اینجا تماشا کردیم، بسیار جالب بوده است. این چی هست استاد؟ این یک خمدانی دو قبطه سفالپزی که سالهای 2001 پژوهش کرده پیدا کرده بود. قبطه پایانیش اینجا برای افزودن آتش. قبطه بالانگش در حجم یکش باقی مانده است. در اون عکس اونجا معلوم است. این هم به شکل گنبد روا بود و از گرمی آتش به واسطه 12 تا گرمی دهنده ها به بالا می‌برآمد. کارگران سرزمین باستان سفرها را می‌گذاشتند. همینجا میپخت. در همینجا میپختند و در این قبطه بالایی که تصویر ویران گردیده است هم محکم بود. و از زیر گرمی بلند به بالا داده میشد. در نتیجه گرمی بلند تا 800 گراد سلسیوس میگن برای قانون فیزیکا. بله. همین سفالها پخته میشد. این سفال دو قبطه خمدانی که یگانه در آسیا مرکزی هست. قیاس همین گونه خمدان‌های سفالپزی رو ما فقط در یادگاری‌های همدور و همزمان سرزمان باستان که بیش از 5000 سال تاریخ دارد در ایران و باگستان و مصر رو پیدا کردیم. خودی همین شهادت می‌دهد که کارگران سرزم از هنری والای کارگری سفالپزی که بیش از 60-80 نمود ظرف‌های سفالی از پیاله‌های معده تا خم‌های کان ساختند. کارگران هنرمند بودند که یکی از نشانه‌های هنرهای مردمی که مثال با شرافت پرزیدنت مملکت، پیشوای ملت جناب عالی محترم امام با هنرهای مردمی اعلان شده است. نشان می‌دهد که مردمان ما، نیاگان ما هنوز 5,500-6,000 سال پیش با یک هنری والای خود در همه طریق خمدان‌ها یک چند نمودهای سفال‌ها را پخته با رنگ‌های سه‌کنجه، موج آفتاب با یک چند هنرهای مردمی را تصویر می‌کردند و امروز در استفاده می‌بردند. در روزگار خیلی استفاده می‌کردند که امروز در آثارخانه صحرای سرز، در آثار جمهوری به نام استاد رودکی پنجاکند، در آثار ملی جمهوری ترکستان نمونه‌اش هست. نمونه‌اش برای تماشا گذاشته شده است. برای آتش کردن. خیلی می‌دارن درون جا کارگران می‌دارن آتش می‌کردن. من این در اومد این زیر من این که زیر خاک شده است، من این بالا این نقشش. این نقشش در اومد. خود از شما عکس برداری کردیم در اومد. این حاضر که ما نگاه کردیم در اومد بوده. این وقتی داخل شدیم این است. بله داخلش. من اینها 12 تا چی برای آتش برآمدم. من 1 2 3 4 5 4 تا از مرکز 8 از اطراف. اینم وقتش چی بود؟ بسته بود. گنبد. بعد اینجا آتش اینجا سفال‌ها می‌گذاشتن سفال‌ها. همین گرمی حرارت سفال‌ها پخته می‌شد. استاد اینجا اند کیا زندگی می‌کردن؟ گمان می‌رود که معماران عهد باستان پیش از ساختن بنا پیشکی نقشه رو تحریزی می‌کردن. یعنی پیشکی نقشه‌اش رو می‌کشیدن. پیشکی نقشه بنا رو معماران تحریزی می‌کردن. معماران بودن که بعد استادهایی که با همین کسب و کار معماری متصدی بودن بنا رو بنا می‌کردن. خیلی عجایب است که
4 سمتش 15 متر به 15 است. 15 خودی همین یک نشانه، یکی از نشانه‌های اساسی مدنی شهرسازی و شهرداری است که دارای بلند صنعت معماری بود در ایام خویش. این بینایی که ما قرار داریم این 700 800 سال از پیرامید یک قدیم‌تر است. یکی مسئله که اینجا بنا کردن ارشتی خام از پاکسا و در دیگر جاها با سنگ استفاده بردن و خوشبختانه هم این باقی مانده همین بینای با حشمت شهادت میکرد که سرزمینان باستان دارای بلند صنعت معماری بوده. یکی از نشانه‌های شهرسازی شهرداری در همین سرز گذاشتن که بیهوده نیست که یونسکو سال 2010 در میراث فرهنگ عمومی خویش که در برزیل برگزار کردی سال 2010 سرز را هم یکی از شهرک‌های اوراسیا قبول کرد. یکی از اولین شهرهای اوراسیا. سالهای اول آموزشی سرزم عقیده رایج بود که گویا سرزم از تپه‌چه‌های نه چندان کلان و دهاتی از هم دور مرتب است که به دوره انیولیت درست می‌آید. ولی تحقیقات آموزش ثابت کرد که این اندیشه کاملا باطل است. سرزم شهر است، نه دهات. حاضر همین اندازه کردن تاریخ همین خیش چیندن تا این روز در تمام شهرهای تاجیکستان باستانی تاجیکستان ما آسیای مرکزی ادامه دارد. این یعنی برای پرقوت شدن نشه؟ این برای پرقوت شدن که ما این رو حتی پرقوت کردیم که از همون باد و باران چیکار کنه خودمون اندازه کردیم. من تاریخش تو اونجا معلوم است. تاریخش تو دیگه معلوم است. طرز چیندن، طرز ساختن خیش، ریختن خیش همون 5 هزار تا این رو ادامه دارد. این بناهایی که برای نگهداشت غله استفاده میشد و خوشبختانه سال 2003 که وقتی جناب عالی بار اول از پنجکت باستانی اسرار دیدن کردند و به حکومت جمهوری سپارش دادند که این یادگاری بی‌نظیر است، همتا ندارد، تاریخ 560 ساله دارد، باید که ما حفظ کنیم و همین 5 بالاپوشی که با سپارش جناب عالی پیشوای ملت محترم امام رحمان اجرا گردید این را کارشناسان یونسکو به اینوال گرفتند که تا کدام درجه حکومت جمهوری تاجیکستان نسبت یادگاری‌های باستانی خویش توجه ظاهر می‌کند. برای قدر کردن احترام داشتن تاریخ مدنی کشاورزی، هنرمندی و شهرسازی تاجیکان حکومت جمهوری تاجیکستان سال روان اعلام کردند که سال 2020 در مثال یادگاری سرز مدنی کشاورزی، هنرمندی و شهرسازی تاجیکان جشن گرفته شود. خود همین جشنی که ما سال 20 هم با تمام مردمی آسیای مرکزی که این ابیکت یونسکو است در سطح جهان برگزار می‌گردد، خود این نشانه است که ما نیاگان ما در همین سرزمین تاجیکستان بیش از 5,500 سال پیش اولین شهرها بنیاد کردند و این باید که عبرت گرفت برای نسل جوان، برای همین ما عبرت گرفت که ما شهرساز شهردار بودیم و امروز هم همون مدنی شهرداری شهرسازی کنیم در سطح جهانی نگاه داریم و پیش بریم. دوستان عزیز، این نشانه از یادگاری‌های 5500 سال پیشینه اجدادان ما هستند که ببینید. زمانی زوال سرزم عمیق است، اما سببش نه. تنها حد زدن ممکن است که یا از خشک شدن سایه بالای شهرستان مردم اینجا را ترک کردند و یا حادثه طبیعی مثل شراره حاضره آن را به خرابزار تبدیل داده است. حالا بعضی بازیافت‌ها در آثارخانه سرزم محفوظند. برای علم باستانشناسی عموماً برای کل انسانیت کشف باشیشگاه سرزم بازیافتی بی‌نظیر بوده است. میگویند گرانترین بازیافت سرزم این گور ملکه سرزم بوده است. ملکه خیلی جوان، تقریباً در سن 25 سالگی وفات کرده است. به خاک سپردن میت هم عجیب بوده است، یعنی با تمام دارایی‌اش میگرانیدند. نامگوی آرایشاتی که از قبر ملکه دریافتند این مجسمه خودی او از گل ساخته شده بود. گردنبند طلایی، شبه‌ها از فیروزه و لاجورد، آهک سنگ و عقیق و نقره، سفیده و اپا و آینه و غیره. بنابر روایت‌ها ارواح ملکه سرزم بعضن شبانه در شهرستان سیر می‌کرده است. این را به کفت و کاف‌ها ربط می‌دهند. بعد تماشای سرزم به دیگر شهر قدیم و باستانی به پنجکنت قدیم آمدیم. نادرترین یادگاری که تا امروز برای ما آمده رسیده است، یعنی تمام قلمروی آن تا زمانی ما با ساختمان بناهای پیشترش باقی مانده است و خراب هم نگردیده است.
در این شهرستان قدیم از عصرهای 5 تا عصر 8 گذشتگان ما نیاگان ما یعنی با نام سغدیان یا که دولت سغدیان در این شهرچه زندگانی کردند و دینشان دینی زردشتی بود تا آمدن اصطلاح عرب ها. پس از اصطلاح عرب ها در اینجا دینی اسلام جاری شد و پس از جاری شدن دینی اسلام مردم این شهرستان تا آخر عصر 8 زندگانی کردند. پس از قبول شدن دینی اسلام آنها این شهر را ترک کرده و طرف شرقی پنجکند حاضره منزل گرفتند. عموما در داخل این شهرستان مردمای تاجران، دینداران، هنرمندان، کاسبان که با کارهای با هنرهای با طلا کار کردن، با متال کار کردن، با هنرهای کلالگری بافندگی مشغول بودند و این مردم در راه بزرگ ابریشم میانرو بودند چون که مالهایی که از خطای می آوردن ها در آسیا میانه تجارت میکردن. در شهرهای کلان آسیا میانه سمرقند، بخارا، خوجند، استرافشان در پنجکند همین سعودی هایی که در اینجا زندگانی میکردن مال های چین و تا ویزانتیا برده تجارت میکردن. میدانید اینجا کجا است؟ خیلی من برای شما میگم اینجا یکی نمونه یکی از خانه های سعودی که در پنجکند قدیم قرار دارد. اینجا خانه یک نمونه خانه هست که اینجا جای نشست هست، اینجا هم جای نشست و اینجا آتشدان برای زیست و زندگانیش. راستی خانه های اینجا دو قبطه هستند. قبطی بالایی الکی از بین رفته است و یگانه چیزی که تا این زمان باقی مانده است همین قبطی اول خانه هست که تا این زمان باقی مانده است. خوب بیاید همراه دیگر خانه ها رو میبینید. راستی با گفتی تاریخ شناسان اینجا تاریخی تا دوره اسلامی دارد که اینجا از عصر 5 تا 8 سغدیان مردم سغدزمین اینجا زندگی میکردند و این نشانه از آنهاست. از سال 1946 این جانب حرفیات باستانشناسی ادامه دارد و این سال 72 سال می شود که این شهرستان از طرف باستانشناسان آموخته شده است و قسم های اساسی شهر حاضر انیق شد. یعنی ما در حدود شهرستان حضور داریم که مساحتش 13 هکتار. چطور گفتیم در اینجا عموما همه شهریان زندگانی میکرد. قسم دوم قلعه حاکم که در طرف شمال و غربی شهرستان جایگیر شد، اینجا قصر حاکم می باشد، در اونجا حاکم. و طرف جنوب باشد اینجا رباط جایگیر شده است که اینجا مردمی که زندگانی میکردن با این شهر خدمت میرسن، یعنی مالشان رو نگاه میداشتن، کارهای خواجگیشان میکردن که مساحت این شهر رباط 70 هکتار. قسم چهارم شهر قبرستان یا که قبرستان مینامیم، در اینجا یعنی با طریق دین زردشتی مردم را گور میکردن تا آمدن اسلام. و پنجکند یکی از شهرهای نادرترین آسیای مرکزی حساب می شود که این شهر پوره از طرف عالمان تحقیقات شده است. یگان شهر دیگر آسیای میانه تا حاضر مثل پنجکند تحقیقات نشده است، چون که تمام قسم های شهر را ما آموختیم و از زیر خانه های ویران شده دیوارنگاره های پیدا شدند که درباره مدنیت، درباره اتنوگرافی یعنی درباره طرز زندگانی مردم، درباره سیمای مردم ها، یراق هایی که در همون دوره استفاده بردن و زیب و زینتی که مردم همون دوره استفاده میبردن، یعنی در همین نقشا
عکس افتاد که برای آموزش ما جدا آسان میباشد. از اینجا هنگام حرفیات غیر از دیوارنگارها کندکارهای روی چوب بیافته ما ظرفهای سفالین بسیار شماره زیادی تنگه های سوگدیا یافتیم که پس از آمدن عرب ها تنگی سوگدا قربش گم کرد. عرب ها تنگی خودشان رو جاری کردند. بنابراین در این خانه ها ما شماره زیادی تنگه ها رو میابیم چون بیقرب شده بودند و این برای علم باستانشناسی یکی از منبع‌های خطی اساسی میباشد که ما دوره‌های حکمرانی حاکمان این دولت سوگد را معین کردیم و حالا پنجکند هم به روی خطی همین ابیکت های سیاح در آمده است و عموما پنجکند پیش هم در آمدگی بود لیکن حالا ما کارمندان همین پایگاه کوشش کردیم که برای قبول کردن همین سیاحان کشور که از خارجه میبیان از کشور میبیان با آنها یک شرایط مساعد تشکیل کنیم که آنها با تمام حسیات خود این موقع را از نظر گذارند و با خود یک تاثیرات بزرگ ملت ما را گرفته برند. اینجا آثارخانه همین شهر است که نمونه از هنر و فرهنگ مردم این سرزمین به شمار می رود. همه روزه سیاحان از تمام مناطق دنیا برای تماشای اینجا می آیند. این یک گروه سیاحان را که می بینید از روسیه آمدند و توجهشان اکثر به تاریخ این موضع بود. В Панчакент мы прибыли с нашей группой туристической, чтобы посетить Фанские горы. Мы очень долго ходили по Фанским горам, целую неделю, поднимались на перевал Чимтарга. А сейчас мы планируем осмотреть старый город Панчакента и отправиться на Памир через Душанбе. Вот. В основном, конечно, целью нашего визита в Таджикистан стал интерес к Памирскому тракту. Своеобразная история, своеобразная красота этих мест. Я очень много слышала про памирцев, что это совершенно другой народ. Вот. А тут в Панчакенте я узнала, что, оказывается, это древнейший город. Я даже не готовилась к нашему турне так сильно, вот, и не знала, насколько здесь глубокая и древняя история. Это очень интересно, вот, и потом, я думаю, когда я вернусь в Россию, обязательно нужно сходить в Эрмитаж, посмотреть оригиналы фресок, которые здесь, к сожалению, не сохранились. А завтра посетим Национальный музей в Душанбе, там посмотрим. Вот. И, конечно же, у вас прекрасный гостеприимный народ, очень вкусная кухня, вот, поэтому я думаю, что туризм здесь должен развиваться семимильными темпами, чтобы как можно больше народу смогло увидеть чудеса вашей земли. Какие блюда попробовали? Именно какое блюдо таджикское вам понравилось? Ой, я фанат шурпы, я ее ем каждый день. Вот. Также баранина, шашлык, вот мы вчера много-много всего перепробовали. Вот. Ну и, конечно, фрукты. Мы из России очень соскучились по настоящим сладким фруктам, и поэтому дыни и арбузы – это, в общем-то, самое вкусное для нас. Меня зовут Екатерина Варкова, я актриса театра на Таганке в городе Москва. بعد اتمام کار ما به تماشا اومدیم، به تماشای همین شهر زیبا، به تماشای همین شامی زیبا، شام پنجکند. راستی ما بعد اتمام کار به مهمانخانه رفتنی بودیم ولی تماشای همین ساکنان شهر نگذاشت که ما آرام نشینیم. ما اومدیم به تماشا و شام بخیر به هر یک شما.
گرفت گردی خاکت سرمه چشمانی من مهری خاکت در دلم مفا گرفت مرحمت به تاجیکستان شود که تاجیکستان ما سب استقلال است. از فرصت مناسب استفاده برده همه شما دل و دیده را به این صحنه بزرگ تبریک و تهنیت گفته و شما پیش از همه تنصیحات خوشبختی عوام را تمنا دارم. شامی اینجا زیباست. شامی اینجا نکهتی دیگر دارد. شامی اینجا منظره دیگر دارد. شامی اینجا عاشقانه میگذرد. شامی اینجا ایدانه میگذرد. یعنی زندگی اینجا زیباست. زادگاهی رودکی و لایق همینجاست. پنجاکنتی قدیمه و باستانی همینجاست. یعنی مرحبا به تاجیکستان، مرحبا به پنجاکنتی باستانی. Добро пожаловать в Таджикистан. Welcome to our Tajikistan. صبحی بر وقت باز به یکی از مکانهای زیبا و سیاحی به دهه ارتوچ روان شدیم. راستی راهی ما از مرکز شهر به دهه ارتوچ بود، ولی اینجا زادگاه رودکی است، قدمگاه رودکی و این نیروگاه خردکی که رو که میبینید نیروگاهی همین دهه است، یعنی نیروگاهی دهه پنجرود. How are you? Good, how are you? Assalam. خوب هستید اینجا هستید؟ سلام. 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 خوب هستید؟ Welcome to our country. How are you? Fine, how are you? Fine, thank you. We are at Subh TV. I'm a journalist. I'm Ehsoni Rizо. Where are you coming from? Finland. And where are you going now? Kulikalon. Yeah, Kulikalon and Pishant Lake. Yeah. How long do you stay here, Tajikistan? 2 weeks. What do you think about Tajikistan? What do you want to say about Tajikistan? People are Muslim. Good luck for you and good relax for you. And welcome again. Thank you. Luck. Nice day. How are you? Are you okay? I'm fine, yeah. We are in Subh TV. Okay. I'm Ehsoni Rizо, I'm a journalist. Yeah. What's your name? My name is Benjamin.
Very good, very nice. Nice to meet you and welcome to our country. Yeah. Where are you going? I want to go to Pанчакент. Nice. Where are you from? Germany. Germany, great. So, what do you want to say about here, about Tajikistan? Yeah, it's a very special place, I think. It's beautiful nature and you have a lot of nice lakes and yeah, many nice people and yeah, so good food. So it's really cool here. How food do you like? Yeah, palau. Palau? Palau. And I had milk rice today, which was very tasty. مانا به ارتوچ هم اومده رسیدیم. اینجا دهه ارتوچ است و اینجا استراحتگاه ارتوچ. راستی خیلی منظره زیبا است. واقعا جای زیبا، منظره سیاحی و اینقدر کوههای سربلند و سبزپوش و من فکر میکنم خیلی جای زیبا و دیدنی است و سیاحی هم هست. و اینجا من یک گروه سیاحان رو میبینم. خب بیایید همراه میرویم و همراهشان کمی هم باشد صحبت. Hello. How are you? Welcome to our country. We are in subh TV. I'm a journalist. Yeah, subh TV. We are coming from subh. Yes. What are you doing? Mount. It's not difficult. But it's interesting for you, right? Where are you from? Russia. Oh, can you speak in your language? What do you want to say about Tajikistan? Мы пока мало видели очень, но дорога супер красивая. От Панчакента до сюда абсолютно космические пейзажи, очень красивые. И очень приветливые люди. Мы пересекли границу с Таджикистаном только вчера, поэтому у меня еще не успели сложиться представление, но здесь очень красивая природа, красивые горы, собственно, мы за этим сюда и приехали. И еще мы успели отметить, что здесь очень красивые девушки. Но надеемся, еще после похода будет возможность удостовериться в этом окончательно. Вот, да, но Таджикистан очень... Все очень добродушные и улыбчивые, вот, это очень располагает нас как туристов. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Владимир, архитектор. В общем-то, я уже второй год приезжаю в Таджикистан, второй год привожу свои группы, и мне все очень нравится, на самом деле. Очень комфортные горы, серьезные, но в то же время очень комфортные. Никаких проблем в плане организации нет, и даже наоборот, если сравнивать с прошлым годом, многое изменилось между Узбекистаном и Таджикистаном. Очень удобно, что появилась граница на Панчакенте. Мы очень много экономим времени. Отменили декларацию валютную. Это для нас тоже очень удобно. Мы очень много экономим времени на этом. Также теперь мы можем 2 недели находиться без регистрации, вот, что для меня, как для руководителя, это тоже очень удобно. Вот. То есть с каждым годом, я думаю, даже на следующий год будет еще лучше. Таджикские блюда, вообще... Именно какие нравятся? Какие нравятся? тут очень классный плов. Да, мы плов заказываем и здесь, и в горах, и он везде очень классно. Люди тут, к слову, очень доброжелательные. Вот ездили автостопом, вот, везде люди очень дружелюбные и гостеприимные. دوستان عزیز چگونه تصور میکنید ما با کوه برای مگه راستی
خیلی وزنین است. من نمیدونم چگونه این رو میبردارند و به کوه میبرند. خیلی وزنین است. من برداشتم نفسگیر شدم راستی. اینجا چنان میبینید اینجا یک گروه سیاحان از فدراسیون روسیه به اینجا اومدن و اینها به کوه میبرند. راستی ما نمیتونیم تا به کوه بریم، ولی همراهشون میرویم اندکی کمکشون میکنیم و حوصله‌شون میکنیم تا بالا. نفسم گشت. آنها را تا کوه گسیل کردیم و خودمون هم برگشتیم. از این سفر هر چی که دیدیم برایتون نشان دادیم و هر چی که بشنیدیم برایتون گفتیم. باقی انتخاب از شماست. هر وقت که امکان دستتون داد بیایید و تماشای این زیبایی ها کنید. این بود سفری چندین وقته ما در شهر و نواحی ولایت سوخ. تا برنامه‌های بعدی خیر. نفس. Yaparsın. Ne? Ha. Don't speak. السلام. شما خوب هستید؟ اینجا هستید؟ سلام. خوب هستید؟ ویلکم. این گونه منظره را فقط Nes tomu? تلویزیونی سوخت.